خب ببینید هر چیز در مقایسه است. خب مثلا همه میدونن که اکبر بله ستار، اکبر ستار نه فقط ژورنالیستی بهترین و قوی بود و میدیا ماگنات بود و یک رهبر خیلی دلسوزی ژورنالیستا بود و همین اتفاق ژورنالیستا تا اندازه کارش همین خیلی بود که مثلا آدم هر وقتی که با یگان نیاز پیشش میرفتن کارشون بود میشه. یک چیز مقرری است چون شما اون دوره رو از سر نگذروندید، نمیدونید که چه دوره بود، چگونه زمان بود. به هر صورت ما مثلا اون چی که از سر گذروندیم و نوابسته از اون که مثلا انتقاد اون دوره خیلی زیاده است، با وجود این ما میدونیم که در اون دوره چی خوبی های هم بود. از این خاطر من فکر میکنم که این یک چیز مقرری است و فردا مثلا نسل پیدا میشود که امروزش ما رو تنقید میکنن. از روزنامهشون خبر داریم اما راستی اون خبرگیری که در زمان ما بود و اون طلباتی که والدین نسبت به فرزندان خود داشتن متاسفانه همون چیز احساس نمی شود. این گناهی که است؟ این گناه پیش از پدر والدین است. از شما هم هست پس؟ البته توی زمان شوروی مثلا توی که عمک خودم دادری پدرم ولد شده بودن هیچ از یادم نمیرد. سالی؟ سال خیلی بروقت سال تخمینا 67 بود. خب من 7 ساله 8 ساله بودم اون وقت و از یادم نمیرد. تقریبا خانه کیلین تقریبا 2.5 کیلومتر بود و از همونجا در دست مشعل داشتن، مشعل گیرون کردگی در اسب سوار شده کیلین آورده بودن، یعنی که عروسه و هیچ از خاطرانه یک چیزی وای بود و هنوزم همیشه وقتی که یاد میکنه همیشه مثلا همون چیز پیش نظری من میبیاد. هرچند توی کمسمولی بعدم پیدا شدن که خیلی مثلا چی میگم با حشمت و خیلی زیاد چی میگم اونجا مثلا با خودش خاص بعضی چیزای خوب بود. یکم حافظای بسیار نو پیدا میشدن و سرودای نو به هر صورت در همین حال امکانی در همین توی ها از اونها شنیدم بود چون که همون دوره همین خیلی بود. توی خودتون در کجا گذشت؟ توی خودم در همین وطنم در زادگاه هم. توی کمسمالی داشتین شما؟ خب زمستون قهرتون بود 5 دکبر بود. دیگه کمسمالی نشد دیگه؟ نشد اما در زیر همون استو در یک تغاره علاوه وارده مونده بودن که پوه گرم کرده میشتیم. ببینید دوره های گذریش همیشه دوره های وزنین مشکل هستند و آدمان همیشه از همون زندگی که یک اندازه آرام بود و آسایشته بود از همون یاد میکنن. برای ما برای همین نسل میخواهید نمیخواهید همیشه آنها از زمان شوروی اکثریتشون من نمیگم اونجا آدمایی هستن خیلی زیاد آدمایی هستن که ناراضی هم هستن لیکن یاد میکنن و اون رو مثلا خوب میگوین. بعدش خیرت که شوروی رفت. خیرت که شوروی رفت به این معنی که اونجا مثلا خیلی بدیهای خیلی زیاد بودن اونجا و چی میگن روحی امپیری سازی روسیه یک چیزی بود که آدم‌ها همیشه خوف داشتن که مثلا چی میگن عینیت ملیشونه اوسته گم میکنن مثل همه خیلی وضعیت هم بد. هرچند ولایت سوخت منطقه جنگ نبود ولی بلاکاده بود. یعنی ولایت سوخت منطقه جنگ نبود البته اما همون دوره همه جو بد شد. وقتی که مثلا این بدشوی وضعیت شروع شد تقریبا از سال 89 اوسته از همون زمان شوروی که مثلا علاقه مغازه خالی شدند پول بود و مغازه خالی بود رفت. چرا ببینید یک کانیستر بنزین 1 میلیون شد در سال 91 1 میلیون. در 1 میلیون اگر همون وقت می داشتید از 3-4 سال پیش مثلا یک ماشین 16000 ماشین ولگا 16000 روبل بود. خیلی
شما تصور کنید چقدر بی‌قرب شد پول و نه فقط بی‌قرب شد، اونجا مثلا فریب زیاد هم شد وقتی که آدم‌ها گفتن که مبلغاتون زایم‌ها بود، زایم‌های دوره شوروی، گفتن که چی بردن در چه مونید در کاسه‌های امانتی مردم بردن موندن، پولشون ندادن، پولشون در کتابچه‌های امانتگذاری گویا گذروندن، یعنی که همون 1000 مونده باشن 1000 گذروندن، اما در اصل و یا 40% زیاد شدن و اونا مثلا تجارت کردن و بانکیرای اولین در همونجا مبلغ‌های خیلی خوبی خودشون یافت.